سلام، من رها هستم و با کانال عشق ورزی در خدمتتونم. یه چیزی هست که خیلی وقتها توی رابطه اشتباه گرفته میشه. اونم اینه که فکر میکنیم عاشق شدیم، ولی در واقع فقط اسیر یک موج شیمیایی شدیم به اسم دوپامین. اون اوایل رابطه که همه چیز هیجان انگیزه، توجه میکنه، پیام میده، دلتون قنج میره، مغزت یک عالمه دوپامین آزاد میکنه. حالت عالیه، همه چی بوی عشق میده. اما خب مسئله اینه که اون حس همیشه عشق نیست. دوپامین یه جور مواد شیمیایی توی بدنه که بهت حس لذت و سرخوشی میده و باعث میشه فکر کنی این آدم خاص‌ترین آدم دنیاست، ولی در حقیقت مغزت فقط دنبال همون حس خوبه، نه لزوماً اون آدم. چند هفته یا چند ماه که میگذره، اون هیجان اولیه آروم آروم فروکش میکنه. حالا دیگه خبری از اون پیام‌های عاشقانه یا اون توجه و هیجان نیست. رفتار طرف عوض میشه، شاید سرد بشه، شاید حتی بی‌تفاوت. و اونجاست که تو گیج میشی، میگی یعنی چی؟ من که فکر میکردم همون آدم خاص زندگی منه. پس چی شد؟ اینجا بیشتر آدم ها یک اشتباه جدی میکنند. به جای اینکه یک قدم عقب برن، بیشتر میچسبن. شروع میکنن پیام دادن، دنبال کردنش، تحویل گرفتنش. چرا؟ چون اون حس خوش اولیه رابطه از بین رفته و مغز داره تقلا میکنه دوباره دوپامین بگیره. ولی باید بدونی این عشق نیست، این وابستگی شیمیاییه. عشق واقعی یعنی احترام، توجه متقابل، ثبات و رشد دو نفر کنار هم. نه اینکه یکی هی بدوه، یکی هم فاصله بگیره. وقتی یک نفر داره ازت فاصله میگیره یا سرد شده، اینجا نباید دنبالش بری. اینجا وقتشه که خودت رو عقب بکشی، رهاش کنی، از نظر ذهنی، از نظر احساسی، از نظر انرژی. چون وقتی بمونی و بیشتر تلاش کنی که توجهش رو برگردونی، داری ناخواسته بهش میگی من به خودم احترام نمیذارم، ارزش خودم رو نمیدونم. و وقتی کسی ببینه تو برای خودت حد و مرزی نداری، دیگه برات احترامی قائل نمیشه. باید یادش بدی چطور با تو رفتار کنه و این آموزش با حرف نیست، با رفتار توه. وقتی عقب میکشی، وقتی نشون میدی به این رابطه وابسته نیستی، اون تازه متوجه میشه که وای، انگار دارم یک آدم ارزشمند رو از دست میدم. اگر واقعا علاقمند باشه، تلاش میکنه که برگردی. رفتارش رو درست میکنه، عملش تغییر میکنه، نه فقط حرفهاش. ولی اگه هیچی تغییر نکرد و هیچ تلاشی نکرد، اون وقت بدون که اون فرد اصلاً عشقی نسبت بهت نداشته، فقط درگیر دوپامین بوده. پس اینجا باید بگی اگه قرار تو کنار من باشی، باید یاد بگیری به من احترام بذاری. و احترام یعنی رفتار درست، صداقت، پیگیری و ثبات. یه چیز مهم دیگه، هیچ وقت نگو بعدن درست میشه. هیچ بعدنی وجود نداره. هیچ کس با زمان خود به خود تغییر نمیکنه مگر خودش بخواد و تلاش کنه. اگر الان
یعنی همون اول رابطه یه چیز درست نیست، بعداً بدتر هم میشه. پس به جای اینکه انرژی بذاری برای برگردوندن اون، انرژیت رو ببر سمت خودت، به سمت رشدت، آروم شدنت و هدفهات. هر روز به خودت یادآوری کن من ارزشمندم، من کافیم، من نیازی ندارم دنبال کسی بدوم. کسی که بخواد با من باشه خودش میاد و برای داشتنم تلاش میکنه. پس اگر کسی در زندگی داره سرد میشه، به جای اینکه نگران از دست دادنش باشی، روی این تمرکز کن که خودت رو از دست ندی. یادت نره احترام به خودت یعنی پایه همه روابط سالم. و اگر قرار کسی توی زندگیت بمونه، باید یاد بگیره بهت احترام بذاره. امیدوارم این مطالب براتون مفید واقع شده باشه. خوشحال میشم لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. متشکرم. خدا نگهدار.